در نماز خواندن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا. پاک هستی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ هستی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم، اینها را کمترین تسبیح 3 بار است. یعنی اگر مبادا شخص امام باشد، برای قوم همین 3 بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین فلیطول ما شاء، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. 5 بار میگوی، 7 بار میگوی، 9 بار میگوی، 11 میگوی، 13 میگوی، یعنی عدد طاق. تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی، سر در سجده بمان. در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز ماندن، پیغمبر خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش را پیشنهاد میکند، خداوند وی قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت امام باشین، از 3 بار زیاد نکنین.